منچستر سیتی با گواردیولا وضعیت خیلی بدی داره این فصل. نتایجی که گرفته فاجعه بار، 6 مسابقه‌ای که باخته از آخرین باری که برده. شاهد آناتومی یک سقوطیم، شاید سقوط امپراتوری گواردیولا، و میخوام با جهانیار و رسول صحبت بکنم در مورد این اتفاقات و به ویژه بازی سیتی و لیورپول. بود تکنیکو یا تاکتیکشه، ولی فکر کنم الان مشکلی که من سیتی بیشتر از هر چیزی باهاش درگیره مشکل روانی روحی هست. چون خیلی از تیم‌های بزرگ دنیا بعضی وقتا توی برهه‌ای یه مشکلی برمی‌خورن که اون در واقع اعتماد به نفسی که نیازه که شما اون ضربه آخر بزنی یا پاس آخر انجام بدی یا اون حس بردن تو تیم باشه، فکر کنم تو کل مجموعه سیتی داره حس میشه. حالا هم از گواردیولا ما بگیریم تا کادر فنیش تا بازیکنان. من با جهانیار موافقم. مشکل اعتماد به نفس یوشکو گواردیول یکی از بهترین بازیکنان فصل گذشته بود که اصلا یکی از صفاتاش خونسردیه. شما ببینید تو این دو تا بازی بیشتر گل‌ها اگه انفراد، یعنی مشکل فردی و انفرادی بوده، رو خود گواردیول پاس داده. تو بازی با تاتنهام، تو بازی با لیگ قهرمانان، یعنی یک مشکل اینجوری وجود داره که شاید نیازه. حالا من امروز دیدم گاردین نوشته بود مثلا دی بروینه چون الان دچار مشکل شده، شاید بعد یه بازیکن در این سطح قربانی بشه تا تیم به خودش بیاد.